قضیه ماهیگیری بود که بهتون گفتم اومدیم ولاگ ماهیگیری. اومدیم تا اینجا قلابا رو نیاوردیم، الان میخوایم برگردیم بریم بیاریم. خدا جاده واسادیم قلاب بیاریم. الان میان قلابامون. میریم پایینم، از پایینم براتون ویدیو میگیرم. زیر خودسفید شدیم، جلو ماشینا رو هم گرفتن دیگه، ماشین نمیتونه رد بشه و دیگه چونمون پارتون بگیرم که نگه داشتن. و من از بالا فقط میتونم یه فیلم بگیرم براتون که اونم میگیرم، پایین دوز زیاد هست میدوزن گوشیامون. به دنبال قایقیم، قایق میگم، به دنبال قلابیم تو ترافیک حالا هر گفتی بستن جاده رو خوشبختانه. ترافیک سنگین دیگه. نمیدونیم عاقبت این ویدیو خیلی یا نه. شب کار بودیم، خدا خیر. وسایل رو بردیم، ساعت 8:25 اومدیم. الان 9 دقیقه است، قلابا دستمونه. اینم رود کارون که آب کم شده دیگه، داره آبش خوش میشه. پیلکان داریم میریم به سمت پله ها که پله میخوره به زیر، یعنی میریم قشنگ لب آب. از پایین فکر نکنم بتونم براتون ویدیو بگیرم، ولی تمام تلاشمو میکنم که از ماهیگیریمونم براتون ویدیو ضبط کنم و ویدیو داشته باشیم. امیرعلی سید یک ماهی نمیدونیم چیه، 13/94 پیش پول سفید. ببینیم چی گرفته. داره میادتش. چیه این ماهی؟ گربه ماهی به شدت سمی. مرده انگار بهتر. ماهی سمی تو خاراس چیز داره. اینا خودشونو میزنن به مردنی و بعد اگه بگیره خارشو میکنه تو دستت. ولش کن. نه دست نزن. نکن. اینا یه گربه ماهی. ما رو بگیر. اینا امیرعلی. ما هم اینجا هست. فقط یه گربه ماهی گرفتیم، اون یکی هم سرش برید انداختیمش برای گربه ها، برای اینا پشه ها. با این صدف چیز خاصی نگرفتیم. ولی فعلا داریم میندازیم که یه چی دیگه بگیریم. اینجا ما بچه اون رفتیم هیچی نداشت. اینجا که اومدیم الان فعلا یه 2 تا گربه ماهی گرفتیم. این یه صدف گرفتیم. صدف ها اینجا ها میرن، یکم میرن بیرون اینجا ها. اینجا که چوبو میندازه اینجا ها صدف پیدا میشه. اولا آب صدفه. زیاد بچه ببخشید دیگه یکم کیفیت ویدیو خرابه چون که آفتاب الان گرمه، داریم میسوخیم از گرما. و الان فعلا یکی انداختم انگار خبری نیست، اونو درش میاریم از اینجا. نخو میگیریم تون باید بکشیم. انگار یه چیز گیر کرده. من لازم بگیرم اینو برم ماهیه یا نه، یا کوفه. بچه کسکش خورد رفت. ببینید خورد رفت. تومه گذاری کنم بیا. خب امیرعلی ماهی دومش هم گرفت، یه شانک ماهی. بذار ببینن زنده است. تو درش دارم. گربه ماهی تکون نمیخوره ولی شانک ها خیلی تکون میخورن. بذاریمش تو آب. آخر گرفتم. چی بذاریمش تو آب؟ بذاریمش تو آب ببریمش. جا خیلی سنگین شده، زیاد سنگین شده. بابا تور بود کسکش، تور بود، گیر کرده بود به سنگا هم انگار. بچه تور بود انگار. بیا جوراب گرفتیم. کردم ماهی 2 کیلوییه. ریدم تو این سیت ولی تومه رو خوردن. بریم دست بعدی.